بحث و مناظره های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، در برنامه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی اختلافات نظر بین آنها را هویدا کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرالی دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام می‌گذارد و دیگری در لباس اسلام طرفدار دموکراتی که رأی اکثریت را مهمتر می‌شمارد و می‌تواند اراده آنها را به سر اقلیت بار کند. آیا این مخالفت‌ها واقعی هستند و یا دو طرف که اندیشه‌های نزدیک دارند وانمود می‌سازند که اختلاف دارند؟ صحبت گپ آزاد این نوبت در همین باره است و مهمانان برنامه بابا جان قیوموف از جانب حزب نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار نماینده گروه 24 هستند. سلام بر شما و بینندگان گرامی، برنامه را با احترام به یکدیگر شروع می‌کنیم. ما آیین‌نامه‌های شما را دیدیم و یکی از اختلافات اصولی گروه 24 و حزب نهضت در ارزش‌هایی است که شما طرفدارش هستید. گروه 24 طرفدار نظام دنیوی و حزب نهضت طرفدار ارزش‌های اسلامی در جامعه است. همین طور بابا جان، در آغاز از شما شروع می‌کنیم. مرحبا. البته من فکر میکنم که با سلام عرض میکنم خدمت شما میرزا نبی و محمد صابر مهمون برنامه، همچنین بینندگان محترم. اما در ابتدا باید عرض کنم که هیچ اختلاف اصولی در اینجا من نمیبینم، چون که گروه 24 هم به ارزش‌های اسلامی احترام قائل است و اون را احترام میکند و نهضت اسلامی تاجیکستان هم بارها اعلام کرده است که طرفدار یک نظامی دموکراتی و حقوق بنیاد است و این هیچ اختلاف اصولی در اینجا بین نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 تقریبا من نمیبینم. پس این که هیچ رابطه بین دو سازمان نیست، این از کجا منشأ میگیره؟ این طبیعی است. در بسیاری از سازمان ها و گروه ها اگر شما دیده باشید بسیاری فعالیت های میکنند با اهداف مشترک، با برنامه های مختلف. میتونند سازمان ها و گروه ها یک هدف رو دنبال کنند ولی برنامه های مختلف داشته باشند، راه های مختلف رو پیش بگیرند و بیشتر اینجا میتواند اختلاف سلایق باشد، اختلاف سلیقه ها باشد تا اختلاف به اصطلاح اصولی. تشکر. محمد صابر، نظر شما چی است؟ شما با حرفای بابا جان راضی هستی؟ چیزی که برادر در اینجا قید کردن اختلافی نظرها هست، اما نظری حرکت سیاسی گروه 24 و آینده تاجیکستان رو دیگر چه خیل می‌بیند این است که باید یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی که در روی کاغذ نباشد، یعنی اصلی هر چیزی که انسان او را سرقانونی که در تاجیکستان هست و البته که این سرقانون هم باید عوض شود و سرقانونی که انتخاب می شود، سرقانونی که رأی مردم می شود، باید آزادی انسان در سطح اول باشد. این است و اختلاف نظر در هر گروه ها حرکت ها هست، اما اینها می توانند با هم بیاین، با یک بینشینن، با هم بیاین صحبت بکنن و یک حرکت را برای وقتی معین برای به هدف رسیدن یک جو شوند. یک فرقی که ما در آیین‌نامه شما پیدا کردیم این است که با حزب نهضت اسلامی فقط مسلمانان شامل شده میتوانند و با گروه 24 هر کس که خواست، نه واسه از دین و مذهب، چه مسیحی چه مسلمانان و یا هر کس دیگر. آیا هیچ وقت سری این مسئله بین هم صحبت داشتید؟ نه، هرچند که این آیین‌نامه خود این حرکت است، خود این حزب است و اینها تعیین میکنند و اینها تصمیم میگیرند. ما در باره آیین‌نامه اینو صحبت نکردیم و مشکلی ما با آیین‌نامه اینو نیست و هر یک نفری که داخل این حزبی که حرکت می شود انتخاب در اختیار اوست، اما ما کسی را محدود نمیکنیم و سر راهی کسی نمیشه. مهم که او شهروند تاجیکستان باشد و او همچو شهروند این حق دارد که در حرکت سیاسی گروه 24 داخل شود
و این حقوقی را دارد که روزی که بخواهد رسما از او خارج شود. محترم بابا جان قیوم، شما وابسته به همین سوالی که حال من مطرح کردم چی نظر دارید؟ البته من یک چیز رو باید ذکر کرد. ما همه میدونیم که آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان گذشته تا امروز وجود دارد و هر یک سازمان، هر یک آیین‌نامه، هر یک برنامه میتواند با مرور زمان تحول پیدا کند. این سیر تکاملی است که هر یک سازمان میپیماید و میتواند آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم مورد بازنگری قرار بگیرد که در گذشته در داخل کشور روی این بحث ها بود، ولی متاسفانه مشغله های دیگر، فشارها و مشغولیت های سیاسی دیگر نگذاشت که نهضت اسلامی تاجیکستان به بررسی بازنگری آیین‌نامه بپردازد. ولی در عموم اگر یک بار به نگاه کنیم، اکثریت کل کشور رو مسلمانان تشکیل میدهند و حتی نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور هم بر این موضوع توجه کرده بود و این را ما خودمون هم احساس کردیم. واقعا در نهضت این احساس شده است و در آینده احتمال دارد که مثلا این آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد بازنگری قرار بگیرد و هیچ چیز داگمه نیست. ما سخنرانی‌های نمایندگان شما، برنامه‌های طرفداران و اعضای شما را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می‌رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد، فقط بحث سر ارزش‌های اسلامی و مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده میتونید بابا جان؟ مرحمت. البته من با این راضی بودن نمیتوانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست. حتی گروه 24 هم مخالف حجاب یا ریش نیست. اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمیخوایم که حجاب یا اینکه ریش بالای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاده و مطمئنم که هر یک نیروی سازنده و سالم فکر و روشن فکر جامعه به همین نکته تاکید میکند و به همین باور است و این من فکر نمیکنم که در این مسئله ما با گروه 24 اختلاف داشته باشیم. تشکر زیاد. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالایی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمت. خب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواهیم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کنه و پوشیدن ستر و حجاب ما بر ضد این نیستیم و برعکس ما میخواهیم که مردم آزاد باشن و مردم هر چیزی را که میخواد دربر بکنه او را دربر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شد. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تأمین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد دنبال ریش میشد، مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم؟ ببینید، مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراتی یک فریب نظر است. به این چی میگوید شما؟ خب ببینید، مردم ما و نفرهایی که این سخن را میگن البته که اونها نظر خودشون میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در صحبت‌های سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما را که سیاست ما را تصویر میکنن. از یک کاربری به ما سوال داده است که به همین صحبت این سوال مطرح کنیم. من عیناً اون رو میخوانم، بعد پاسخ هر دی شما رو میخوام بپرسم که این میگوید که برخی از تحلیلگران به این باور هستند که هر دو سازمان، هم حزب نهضت اسلامی و هم گروه 24، 7-8 ساله که در خارج کشور هستند فعالیتی روشن ندارند، اما در داخل کشور نام این دو سازمان یک وسیله متهم کردن و به زندان انداختن مردم از طرف مقامات حکومتی شده است. از جمله مثال میارن که دلیری امام علی، حتی ژورنالیست ها، دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ، عبدالستار برای همکاری با حزب نهضت و گروه 24 روانه، یعنی پشت
پنجره انداخته شدند. شما در رابطه به این مسئله چی احساس مسئولیت میکنید؟ تا زمانی که نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع نبود، همین ژورنالیستان و دیگر سازمان ها و دیگر گروه ها رو با چی نسبت میدادن؟ با اتهام چی زندانی میکردن؟ با اتهام سلفی، تحریری، نمیدونم جماعت تبلیغ یا دیگر. و حالا عین همون اتهام رو با اونها میزنن به نام نهضت و یا گروه 24، در حالی که اگر نهضت و گروه 24 هم امروز وجود نداشته باشن، اونها رو باز به یک چیز دیگر اتهام میزنن. تشکر محمد صابر. برای حکومت که همیشه از اون استفاده کرده است و در آینده هم استفاده خواهد کرد. بله، تشکر. محمد صابر عبدالقهار، نظر شما به این سال چی است؟ خب هر چی که تعلق دارد به مردمی که امروز از طرف حکومت زندانی میشوند و فعالیت حرکت سیاسی گروه 24، ببینید کسی که امروز به نظر نمیگیرد که حرکت سیاسی گروه 24 بیرون از کشور کاری نکرده است و این سبب می شود که نفرهای به گروه 24 گناهکار شده اینا زندان میشن. ببینید از روزی که حرکت سیاسی گروه 24 روی صحنه آمد به مردم چی را آموخت؟ یعنی واژه همین کلمه دیکتاتور در سیاست تاجیکستان نبود. خب خودکامگی، یعنی گفتن سخن حق و هر نفری که از حکومت جنایت میکرد فاش کردن جنایت ها، مردم دعوت کردن به ارزش های دینی، ملی، انسانی خود و گفتن حقیقت و فرق ندارد برای حکومت که این سخن از زبان حرکت سیاسی گروه 24 میبراید یا که از نفرانی که یک شهروند عادی هستند یا که کسی که ژورنالیست است یا که فعال جامعه شهروندی است یا که از کدام حزبی است. عموما این حکومت مبارزه بر ضد حقیقت، بر ضد راست گفتن میکنه. هر کسی راست میگوید، خطای اینا رو میگوید، اون دشمن است و وقتی که بالای اون دیگر جنایت نمیان اینا را به ماده 307 گناهکار میکنن، یا به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا به گروه 24 پشت پنجره روان میکنن. تشکر. و بینندگان عزیز، اینجا میخوام یادآور شوم که گروه 24 و حزب نهضت اسلامی را دادگاه عالی تاجیکستان گروه های افراطگرا و تروریستی اعلام کرده است. هرچند هر دو سازمان میگن نه افراطگرا هستند و نه تروریستی و حکومت با همین بهانه آنها را، یعنی مخالفانش را، از صحنه سیاسی دور کرده است. و حالا به این سوال برمیگردیم. چند سیاستمدار و تلگری که ما با آنها صحبت کردیم گفتن که در واقع اختلاف بین شما نمیبینند و گویا شما وانمود میکنید که اختلافات نظری بین شما وجود دارد. خب این نظر کارشناسان است. البته ما با سازمان گروه 24 هیچ اختلاف اصولی نداریم، ولی اختلاف نظرها وجود دارند و این طبیعی است. و اگر دقت کرده باشید حتی اختلاف نظرها بین خود اعضاهای یک سازمان میتوانند وجود داشته باشند و این یک طبیعتی یک حرکت سیاسی یا یک چند حرکت سیاسی و فعالیت سیاسی است. اگر تشکر. ببینید در همینجا میخوام این سوال را مطرح کنم که خیلی مهم است. چند سال پیش زمانی که پیمان ملی تاجیکستان، یعنی چند سال پیش، ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تأسیس یافت، گروه 24 به آن نپیوست و حتی اعتراض کرد. به این مسئله چی میگویید؟ این طبیعی است، این حق گروه 24 است و هیچ جای نگرانی هم ندارد. هر سازمان یا گروه میتواند عضو یک اتحاد یا یک روند ائتلاف بشود و میتواند نشود و میتوانند با هم در یک سمت حرکت کنند، میتوانند علاهیده حرکت کنند. این یک واقعیت هایی هست که یک فعالیت سیاسی اون رو در بر میگیرد و در هر یک فعالیت سیاسی وجود دارد و این از نگاه من یک مسئله بسیار واهمه و این نیست، بلکه یک مسئله طبیعی است که گروه 24 انتخاب کرد که وارد پیمان ملی نشود و امروز فعالیت دارد و ما هم با این هیچ مشکلی نداریم و اصلا تشکر. با گروه 24 در این مسئله هیچ برخورد یا اینکه چیزی خاصی هم وجود نداشته است. تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما چی میگویید؟ میخواستیم در رابطه با این مسئله نظر شما را فهمیم. در حقیقت
چیزی که بعضی نفرها را تصویر میکنن که یک مشکلی جدی بین حرکت سیاسی گروه 24 و نهضت اسلامی تاجیکستان است، نه این طور نیست. بله هست بعضی نگاه‌های از نگاه سیاسی که ما این را قبول نداریم و این طبیعی است. و از همه مهم این است که حرکت سیاسی گروه 24 هیچگاه و در یگان وقت در تگی چتری یا که در برنامه یگان حزب حرکت داخل نمی شود و به برنامه کسی هم کار نمی کند. سببش چی است؟ یعنی این چی سبب دارد؟ میتونید علت اینا بگویید؟ حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت از خود یک مکتب ساخته است و در سیاست تاجیکستان در صحنه تاجیکستان بسیار چیزای نوآوری هم کرده است و برنامه های خود را دارد و باز من تکرار میکنم که ما آمادگی همکاری با تمام جامعه سالم تاجیکستان هستیم و نه اینکه در تگی چتری کسی داخل شویم و با برنامه های اونها فعالیت کنیم. یعنی شما بله، یعنی شما گفتن میخواهید که زیر چتر حزب نهضت رفتنی نیستید، با برنامه خاص خودتون میخواهید عمل کنید، همین خیل؟ بله درست. ما آماده همکاری با تمام قشر جامعه هستیم، چی نهضت اسلامی باشد، چی نفرانی که از داخل تاجیکستان باشند، چی از خارج باشند، ما آماده هستیم. اما هر یک تصمیمی که ما میگیریم و با کدام گروهی که میپیوندیم باید که اینها آموخته شوند، تحلیل کرده شوند و بعد همکاری شروع شود. البته این حق طبیعی هر سازمان است و ما نهضت اسلامی تاجیکستان بارها اعلام کرده است که با همه سازمان ها، با همه نیروهای سازنده ای که برای آزادی و آبادی تاجیکستان مبارزه میبرند آماده همکاری هست و هیچ وقت ما در هیچ گروهی را استثنا نکردیم و نمیکنیم برای مبارزه. و در همین جا شاید که بعضی اختلافات نظری که میگوییم همین جا باشد و این طبیعی است که الان محمد صابر هم اعلام کردن، بیان داشتن که زیر چتر هیچ گروهی نمیروند و آماده همکاری هستند. ما اگر برای نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر آن اعلام کرده است از قبل که ما آماده همکاری با همه نیروها هستیم و با همه گروه ها هستیم، به خاطر اگر منفعت ملت و منفعت کشور تقاضا میکند ما آماده هستیم با هر نیروی همکاری کنیم و حتی اگر این به نفع ملت و به نفع کشور ما باشد ما آماده ایم زیر چتری هر سازمان دیگری باشد که فقط به خاطر این منفعت ملت کار کند وارد شویم و برویم. شاید این یکی از نقطه های اختلاف نظر بین ما و سازمان گروه 24 باشد. هم کاربران شبکه ها و هم ساکنان تاجیکستان و سیاستمداران در چون یک سال را در میان میگذارند که چرا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 در شبکه های اجتماعی سر و صداهای بلند در میان میگذارند ولی کار عملی اونها، برنامه خاصی اونها که نشان دهد که اینا کار کرده و پیشرفت دارن ندارن. به این چی میگوید شما بابا جان قیوم؟ خب البته شما شاید بهتر درک میکنید وضعیت رو در چنین شرایط، ولی در مسئله کارهای عملی اگر یک بار ما دقت کنیم کارهای عملی کمی هم صورت نگرفته است در این مدت. مثلا اگر شما دقت کرده باشید همین که با سازمان ملل پرونده زیاده از چندین 15 زندانی سیاسی فرستاده شد و سازمان ملل طلب کرد که اونها از زندان آزاد کرده شوند و بر روی خطی بعضی روی خط ها وارد کردن بعضی مقامات تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است یا اینکه درباره بعضی سانکسیه ها با مقامات درباره حکومت تاجیکستان علاقه کار شده ایستاده است و اینها رو نمی شود که همه این رو شاید رسانه‌ای کرد، ولی واقعا هم فعالیت های جدی صورت گرفته ایستاده است و در آینده مطمئنم که نتیجه خود رو خواهند داد و ملت عزیز و مردم شریف کشورمان نتیجه آن را شاهد خواهند بود. تشکر. محمد صابر عبدالقهار، شما به این سوال چه نظر دارید؟
گروه 24 چیکار میکنه؟ البته که هر یک نفر، هر یک کارشناس نظری خود را دارد، اما اگر ما خوب اهمیت بدیم، بعد از اونی که حرکت سیاسی گروه 24 و مردمی که مخالف بودن از تاجیکستان بیرون شدن و در در هر سازمان‌های حفظ حقوق باشه یا که به سازمان OBSE و دیگرها باشند، حکومت تنها بود هر چیزی که میخواست ایران میگفت تمام. یعنی در تاجیکستان یگان مشکلی وجود ندارد، همه در یک بهشت زندگی دارند. اما بعد از آنی که حرکت‌های سیاسی واردی این سازمان‌ها شدن و در حقیقت چهره این حکومت آشکار کردن و پس از این سازمان ملل متحد صداها بلند کرد برای ژورنالیست‌ها، برای زندانی‌های سیاسی، برای فشار آوردن بالای دیگر اندیشان و اینا فاش شدن. اینا مگر عملایی نیستن که جامعه جهانی را آگاه کردیم از رژیم امروزه که کی است و بالای مردم خودش کدام عملا را انجام میده. اگر اینها عملها نباشند، اگر اینها نمیشتن، امروز مثل پیشتر رحمانوف کسی خودکامه نمیگو و کسی از رژیم امروزه در سازمان ها نمیگفت که اینا همون رژیمی است که بالای ملت خودش و دیگر اندیشه خودش فشار میاره. اگر اینا که رزولتات نباشن، اینا که نتیجه نباشن، من نمیدونم. این اختلافات نظری که کمان بود که شما اشاره کردید در بارش گفتید رفع شده میتواند و اگر بله کی کدام زمان با چی را؟ مرحمت محمد صابر از شما شروع میکنیم. خب ببینید، ما چیزی پیشتر گفتم آماده هستیم با تمام قشنهای جامعه، حزب‌ها، حرکت‌ها همکاری کنیم و این با نفع ملت باشه. اما همکاری ما با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی که ایجاد شد و دیگر راه نبود و جز آن که ما در رسانه خودی را اعلام بکنیم و هر یک چیزی که گفتیم در رسانه ما است و مشکلی های بودن که در بین نفرهای انگشت شمار بودن و این اختلاف انداختن و ما در رسانه خود اعلام کردیم. پس از آنی که رسما حزب نهضت اسلام با ما رسما جواب میده، چون که در اتیکای سیاسی همین است، وقتی که یک گروه سیاسی یا که یک حزب یگان اعتراض میکنه، اگر این رسمی باشد باید جوابی رسمی بگیرد. بعد از آنی که ما جوابی رسمی میگیریم باز مشورت میکنیم، باز تحلیل میکنیم و شاید که ما همکاری باز میگیم. تشکر زیاد بابا جان. شما مرحمت نظر شما رو میخواستیم. محمد صابر، راستی من دقیقاً متوجه نشدم که مربوط به کدام مسئله بود این مشکلی، ولی بعد از این برنامه حتما با محمد صابر در تماس میشویم و از پای صحبت در این باره و در این زمینه میشیم و این مشکل فکر نمیکنم که این مشکلی بزرگ باشد و البته نهضت اسلامی تاجیکستان پیشتر هم گفته است و حالا هم اعلان میکند که هیچ مشکلی ندارد برای همکاری و هر گونه همکاری که باشد با هر سازمان و گروه و هر نیروی سازنده که در کشور وجود دارد. حالا بهتر است که از محمد صابر بپرسم که همین مشکلی که گفته چی است، از چی عبارت است؟ خیلی کوتاه. سر زدن این مشکلی از کجا پیدا شد و بارها هم این برادر بودن و بارها هم صحبت ها هم در ترکیه در آفیس اینا کرده بودیم. کوشش های دخالت کردن در سیاست حرکت سیاسی گروه 24 همین شد سبب. ما پیغام ها، ما واخوری ها کردیم با اعضایان نهضت اسلامی تاجیکستان و مشکلی ها را گفتیم. حتی یک ثبت بود که در یک نشست یکی از اینها سبب اساسی راندن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیدایش گروه 24 گفتن اگر در یاد باشد و این فرزندی محیدین کبیری در اوجه حضور داشت و صدای اون نفر شناخت و گفتن که این مشکلی هایی که هستن اینا را ما برطرف میکنیم و متاسفانه اینا برطرف نشدن. بعد از آنه که ما چند نفری که از گروه 24 اینا را خارج کردیم، با اونها گفتگو را کردن، او طرف یکی از گروه اساسی خواندن و در رسانه های حزب گفته میشد که
گروه 24 الکی می توان گروه 12 کو و ما اعتراض کردیم و گفتیم متاسفانه نمیدونم این سخن ها به راهبریت نرسیدن یا که به راهبریت رسیدن، راهبریت اینا را با جدی قبول نکرد و کار به جای رسید که ما دیگر راه ندیدیم و تصمیم ما میشد که قطعی روابطی سیاسی به این حزب کنیم. تشکر زیاد و همینجا به پایان گپ آزاد میرسیم. مهمانان ما بابا جان قیوموف نماینده فقط یک خواهش اگر اجازه مرحبا آخر برای صحبت خیلی کوتاه. بله بفرمایید. راستی هر نیروی سیاسی که وارد جامعه می شود در جامعه حضور دارد، طبیعی است که درباره او صحبت می شود، با اون درباره او گپ میزنند، درباره او و با این که محدود کنیم که ما درباره ما صحبت نکنید یا این نکنید یا اون نکنید، فکر میکنم که یکم خودمان رو محدود میکنیم ما و همینجا با پایان گپ آزاد میرسیم. ما با هم صحبت خواهیم کرد و در این باره گفتگو خواهیم کرد. تشکر زیاد و همینجا با پایان گپ آزاد میرسیم. مهمانان ما بابا جان قیوموف نماینده حزب ممنوع نهضت اسلامی و محمد صابر عبدالقهار از گروه 24 بودند. سپاس از حضور شما و سپاس بینندگان گرامی که تا این لحظه ما را همراهی کردند. در واقع دوستان عزیز، اگر شما هم پیشنهادی دارید و یا میخواهید موضوع مهمی در این باره بررسی شود و مهمانان که باشند زیر همین برنامه نویسید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک مانید و به دوستانتان فرستید. اگر خوشتان هم نآمد انگشت طرف پایان را کلیک کنید. نظر شما در بهتر و خوبتر شدن برنامه ها و صحبت ها کمک میکند. و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش بردم. تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار شما.